سلام بیننده عزیز، خلاصه خبرهای مهم جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 21 ایول است. من مومین احمدی هستم. سرخط خبرها. نشست رهبران آسیای مرکزی در قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان در سند نهایی نشست امضا نگذاشتند. امامعلی رحمان از تهدید به منطقه حرف زد. سالها باز بحث مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان ادامه دارد. مشکل در چیست و راه حل کدام است؟ جانب‌ها با خلاصه آمدند که به هر حال با راه آسایشته حل کردن لازم است. 15 متر مربع برای هر ساکنی تاجیکستان. کمیته معماری استراتژی نوی خانه‌سازی را اعلان نمود. و این اندازه در سال 2030 به 17 متر کوادرات باید رسانده شود. امروز امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در جلسه چهارم مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان شرکت نموده با اشاره به حادثه‌های اخیر در کشورهای آسیای مرکزی گفت که نیروهای گوناگون نقشه ناآرام کردن منطقه را دارند ولی حادثه مشخصی را به زبان نآورد. پیش بینی می شود که در حاشیه این نشست رهبران تاجیکستان و قرقیزستان مسئله های مطرح در روابط میان دو کشور و از جمله مشکل مرز مشترک را بررسی می کنند. نشست چالپاناته را همکارمان زرنگیزی نوروزشاه پیگیری کرده است. جلسه چهارم مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر چالپاناتای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان سازشنامه دوستی، همسایگی نیک و همکاری برای رشد منطقه را امضا کردند. رهبران تاجیکستان و ترکمنستان زیر آن امضا نگذاشتند. گفته شد آنها باید این سند را در کشورهای خود طبق مقررات داخلی تصویب کنند. این سازشنامه کشورهای طرفدار آن را وظیفه‌دار می‌کند که ضد یکدیگر از نیرو استفاده نکنند و با چالش‌ها یکجا مبارزه برند. پرزیدنت های قرقیزستان و قزاقستان امضای سند را حادثه مهم و تاریخی نامیدند. امضای این سند به 30 سالگی مناسبت های دیپلماتیک کشورهای ما راست آمده است. این سند تاریخی آغاز یک مرحله نو در همکاری های استراتژی پنجگانه ما است. تأمین امنیت و بخطری منطقه وظیفه و مسئولیت مشترک است که ما در برابر نسل آینده بر دوش داریم. تاجیکستان که با قرقیزستان در مسئله تعیین و نشانگذاری سرحد بحث دارد، زیر سند امضا نگذاشته است. در یک سال اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان چند دفعه نزاع سر زد و باعث کشته شدن افسران و ساکنان از دو جانب و تخریب خانه‌های مردم شد. در جلسه مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان، امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بیشتر از تلاش نیروهای مختلف بیرونه برای ناآرام کردن کشورهای منطقه گفت. وی به حادثه‌های اخیر در منطقه اشاره کرد ولی از یگان حادثه مشخص نام نبرد. کشورهای منطقه را ضرور است که همیشه وضع را نظارت کنند و پیشاپیش عمل کنند. باید در خاطر داشت که ادامه وضع می تواند تهدیدی واقعی برای سر زدن ناآرامی در داخل کشورها باشد. از آغاز امسال در 3 کشور منطقه قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان حادثه‌های خونین روی داد. مقامات در همه حادثه‌ها نیروهای بیرونی و افراطگرایان را گناهکار کردند ولی مردم گفتند تنها برای حمایت خود به کوچه‌ها برآمدند. عین زمان رئیس جمهوری تاجیکستان از خطر نیرو گرفتن افراطگرایان دینی در منطقه صحبت کرد. ما باید فراموش نکنیم که افراطگرایان دینی سلاح اصلی در دست دشمنان مایند. در تاجیکستان خب می‌دانند که این گروه‌های ناآرام کننده چه تهدیدها خواهند داشت. ما الکی 30 سال باز با چنین تهدیدها مبارزه می‌بریم. آنها سببگار جنگ شهروندی شدند، جنگی که جان بیش از 150,000 которая унесла жизни более 150 тысяч граждан.
در ملاقات چهارم سران کشورهای آسیای مرکزی همچنین از همکاری‌های چشمرس در یک سال اخیر یادآور شدند. در سال گذشته تجارت بین این کشورها بیش از 20% افزوده به 8 میلیارد دلار برابر شده است. ملاقات یکم مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال 2018 در قزاقستان برپا شده بود. دیدار نوبتی در تاجیکستان برگزار خواهد شد. گزارش بود از نشست چالپاناتا با شرکت رهبران کشورهای آسیای مرکزی. بررسی موضوع را ادامه میدیم. رهبر قرقیزستان در نشست گفت جریان تشخیص و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان ادامه دارد. در تاجیکستان بسیاری ها امیدوارند مناقشه های مرزی میان دو کشور که تجربه تلخ به جای گذاشته است از راه چنین گفتگوها حل خواهد شد. همکارم سربیناز روح‌الله در این باره گزارش دارد. در یک سال اخیر بیشتر از 82 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. به گفته مقامات تاجیک این نتیجه جلسه های گروهی توپوگرافی هر دو کشور بوده است. انتظار می رود روزهای نزدیک ملاقات نوبتی هر دو جانب در این مسئله در بیشکک برگزار شود. مقامات تاجیک میگویند بر پایه سازش ها باید رهبران کمیسیه های علامتگذاری با رضایت همدیگر در این باره صحبت کنند. من از شما از رسانه‌های خبری التماس میکردم که اینمی چیزه به نوبت گرفتم. هر چی که ما میگوییم نازکی کاری خودش دارد. وقتی که ما میگوییم کمتر اسکاجان نمیرد همین چیزا مردم اونجا بی‌ضابطه میشن. تعیین و نشانه‌گذاری مرز حالا یکی از مسئله‌های اساسی میان تاجیکستان و قرقیزستان است. بر سر منطقه‌های نامعین در مرز گاه زد و خورد به عمل می‌آید و تاکنون باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از دو طرف شده است. مقامات در ولایت سوخت گفتند وضع در دهه‌های نزدیک مرزی آرام است و تلاش دارند پیش همگونه نافهمی‌ها گرفته شود. امروز 30 کوب آب گرفته ایستادیم، هم در خواجه باقرخان آوچه خلچه، هم در ناحیه جبار رسولوف گفت و شنید. من از طرف سردار ریاست بهداشتی زمین و آبیاری ولایت همکاری با جمهوری همسایه درست به راه مانده شده است. همکاری رئیسان جماعت ها امروز درست به راه مانده شده است. بعضی کمبودی هایی که حالا سرحد معین نشده است چاروا میگذارد زود امروز از طریق سرحدبان های جمهوری قرقیزستان برگردانده می شود. اگر این جمهوری همسایه گذارد از طریق جمهوری تاجیکستان برگردانده می شود. تحلیلگران میگویند مشکل اصلی با کندی حل شدن بحث مرزی میان دو کشور با گذشته‌ها راضی نشدن جانب قرقیزستان بود. چون به گفته آنها مسئله مرز در قرقیزستان یک تابش سیاسی پیدا کرد و هر منصبدار در جریان انتخابات محلی و پرزیدنتی آن را همچون فیشنگ استفاده میکرد تا اعتبار خود را در جامعه بالا برد. و اگر امروز گیریم وضعیت امروزه رو بعد اون زدخوردهایی که در مرز سال گذشته و امسال به عمل آمدن به فکرم جانب‌ها با خلاصه آمدند که به هر حال با راه آسایشته حل کردن لازم است. شاید جانب قرقیزستان هم فهمیده باشد که گذشت کردن در کار است. تاجیکستان و قرقیزستان 987 کیلومتر مرز دارند و تا حال 519 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری شده. 468 کیلومتر خط مرز مورد بحث قرار دارد. و قبل از آن که به موضوعهای دیگر رو آریم خاطر نشان میکنیم که امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در جلسه سران کشورهای آسیای مرکزی از وضع افغانستان نیز گفت. او طالبان را در پیشبرد سیاست تجاوزکارانه ایبدار کرده گفت در این کشور حقوقهای قوم و ملت‌های دیگر نقض می شود. او همچنین از اظهارات اخیر رهبر طالبان درباره بیکار کردن تمام قانون‌های کشور و تصمیم جاری نمودن قانون‌های شریعت اسلام در همه بخش‌های جامعه افغانستان یادآور شد. امامعلی رحمان گفت مشکل افغانستان باید همیشه در مرکز توجه کشورهای منطقه باشد. به گفته او حادثه این کشور نه تنها با آسیای مرکزی بلکه به کشورهای اوراسیا بی تأثیر نمیماند.
ادامه برنامه. مقامات اعلان کردند که بینای چایخانه راحت، اکادمی علم‌ها، تئاتر لاهوتی و دانشگاه طبی را ویران نمی‌کنند. پیشتر قرار تخریب این بیناها ناراضگی را به بار آورده بود. این موضوع در نشست کمیته ساختمان و معماری بحث شد. همچنین در این نشست استراتژی نوی ساختمان در کشور را معرفی کردند. همکارم اسکندر فیروز و نگاره فضل‌الدین در این نشست اشتراک کردند. طبق مقررات نو استراتژی رشد ساحه ساختمان در تاجیکستان، تامین هر یک نفر اهالی کشور با منزل از 11 متر مربع فعلی تا 15 متر مربع افزایش می‌یابد. улуғбек умарзода муовини аввали раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони тоҷикистон дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки чунин тағйирот тақозои замон аст. طبق طلبات استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان در سال 2025 یعنی تامیناتی اهالی با منزل استقامتی با اندازه 15 متر کوادرات با اینوبت گرفته شده است و این اندازه در سال 2030 با 17 متر کوادرات باید رسانده شود. дар ҳамин ҳол маҳмад саид зувайзода раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмон дар нишасти хабарӣ гуфт ки дар пайи иҷрои муқаррароти ин стратегияи нав якҷо бо маркази миллии қонунгузории тоҷикистон тарҳи қонуни нав дар бораи манзилро таҳия ва ба баррасӣ пешниҳод карданд. ба гуфтаи вай ҳадафи асосии ин қонун ҳимояи ҳуқуқҳои саҳмдорон дар бунёди манзил аст ва онҳо бояд бо ширкати сохтмонӣ созишнома дошта бошанд. ин ҳуҷҷат бояд аз тариқи нотариус тасдиқ гардад. пардохти маблағ аз ҷониби ҳиссагузор ба се марҳила ҷудо карда мешавад. ҳиссагузор се марҳила. марҳилаи якум пардохт 30% пас аз ба қайдгирии шаҳрном, марҳилаи дуюми пардохт пас аз анҷоми сохтмон 40%, марҳилаи сеюм 30% пас аз тасдиқи комиссия. ҳар як пудратчӣ, ҳар як дар иншоота гирифтан, қарора пеш аз гирифтан дар ҳамонҷода мебарад, нишон медиҳад ки дар обороти яксола 40 миллион сомон аст. дар чанд соли ахир сокинони зиёд аз пардохти арзиши хонаҳояшон ва соҳиб нашудан ба манзили худ шикоят мекунанд. мазҳаби ҷумъа хабарнигори тоҷик ки ин мавзӯъро пайваста пайгирӣ мекунад, бар ин назар аст ки танҳо бо сангин кардани муқаррароти қонунгузорӣ мушкили манзили сохтмонаш нотамомро наметавон ҳал кард. дар аввал бояд мушаххас кард ки кӣ ба аввал иҷозатнома дод то барои сохтмони бино оғоз кунад, на ба хотири ин ки вай як шахси бонуфуз аст, на ба хотири ин ки як мансабдори калидӣ аст, на аз рӯи ин принсипҳо, яъне аз рӯи принсипи مثلا صاحبکاری از روی پرینسیپی برابر حقوقی و سرمایه‌ای که اون شرکت یا اون ساختمانچی دارد. طبق آماری رسمی از آغاز سال در تاجیکستان 588,000 متر مربع منزل ساخته شده است. سال گذشته باشد در مجموع در تاجیکستان بیش از 1,430,000 متر مربع منزل بنیاد شده بود. بحران اقتصادی مربوط به خروج بیماری همگیری کووید 19 و کاهش حجم انتقال پول مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان از سبب‌های این امر دانسته می‌شوند. نگاره فضل‌الدین، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برای رویانیدن مبلغ‌های دعوایی یک شرکت لیتوانی، مقامات تاجیکستان صورتحساب شرکت دولتی تاجیک را حبس کردند. شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ از کارشریک تاجیکش 20 میلیون دلار طلب دارد. هواپیماهای تاجیکی از سال 2019 به این طرف از پرواز ماندند. شریف نورزاده، یک مسئول خدمات اجرایی تاجیکستان، روز 20 ایول ضمن نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه اقتصادی باید از شرکت تاجیکیر 20 میلیون دلار رویانند. کوشش‌های ما برای گرفتن نظر مسئولان شرکت تاجیکیر بی‌نتیجه بود. پایانی برنامه. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه‌های رادیو آزادی، در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.